ضمن عرض سلام و ادب ارادت به حضور مبارک شما سروران گرامی، نارویی هستم، مدرس آموزشی. به خاطر ممنوعیت تصویر داشتیم از برادر بزرگوار در تصویر کلیپ‌های آموزشی استفاده کردم داخل سالن. دوستان به اتمام کار رسیدیم. در پایان با بخور سرد و گوی یخی میام منافذی که با بخور گرم باز شدن رو میبندیم تا گرد و غبار وارد پوست نشه. بخوری که در تصویر مشاهده میکنید دوستان بزرگوار سرد گرم نیست. نتایج فیشیال صورت جدا از رفع مشکلات پوستی، فیشیال پوست شما را فوق‌العاده نرم و توپر می کند. درخشش قابل مشاهده‌ای روی پوست خود مشاهده می کنید و چهره‌ای درخشانتر و شفافتر خواهید داشت. انجام منظم فیشیال صورت می تواند علائم پیری را از بین ببرد و پوست شما را برای مدت طولانی تری از افتادگی دور نگه دارد. زیرا ماساژ صورت در عین انجام فیشیال روی سفت‌تر و جوانتر شدن پوست مؤثر است. نتایج طولانی مدتی دارد و می تواند به شما کمک کند پوستی شفاف و سالم داشته باشید که به خوبی هیدراته و بدون لکه است. پس از انجام فیشیال صورت ممکن است لازم باشد چند روز صبر کنید تا اثرات آن بر روی پوست شما ظاهر شود و بنابراین توصیه می شود 2 تا 3 روز قبل از رویداد خاصی فیشیال صورت را انجام دهید. هنگامی که نتایج عالی فیشیال را که بهترین راه برای مراقبت از پوست شما نیز هست تجربه کردید، راه برگشتی وجود ندارد. درود بر شما خوبان. ببینید و لایک کنید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. سپاسگزار شما خوبان هستم. روز خوش، خدا نگهدارتون. تا ویدیوی بعدی حق یارتون.